سنگ کاغذ بچی، سنگ کاغذ بچی. همواره سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه. سلام بچه‌ها به ویدیوی من علیرضا، منم زهرا. اولین ویدیو چنلمونه، چنل یوتیوبمونه. امیدوارم که دوست داشته باشین، ما رو حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، دیگه کارایی دارش انجام بدید، دست شما درد نکنه. اولین ویدیومون در مورد چیه؟ سعی کن نخندی، ولی چون نه هیچ تجربه‌ای نداریم. تو لفت همون اون. من انگلیسی هر سوالی داشتین از من بپرسید، من خودم HIP زبان دارم. درسته. و چون من نمیدونم الان چجوریه داستانش و واقعا نمیدونیم چیه، اولین چیز بیشتر از این اینترو رو طولانیش نمی کنیم، بریم برای به قول معروف تست بزن بریم. خب اولین ویدیو یه لحظه استوب. حتی اگه دندونامونم پیدا شد، هر کی بخنده سوخته. دراینا طرف بودش میخندید. آره نباید بخندید. خب پس از اول سلام آقا، ما یه چالش خیابونی داریم. شما به همسرتون اعتماد دارید؟ بله کاملا. به نظرتون اگه یه کیس بهتر از شما بیاد، همسرتون بهتون خیانت میکنه؟ امکان نداره. من بهش اعتماد کامل دارم. خانومم تو هر شرایطی منو به بقیه ترجیح. آهای خانم الهه، دارم ازت تعریف میکنم آخه زنتو گاهی. حالا اشکال نداره، اگه استعداد خاص دیگه ای دارید میتونید نشون بدید برنده باکس مخفیمون بشید. خندیدی؟ خودت هم خندیدی؟ نه من دندونم پیدا نشد. الان صدا خندیده تو شنیدم. اینطوری ویدیو رو برگردون عقب. اول کی خندید؟ شماره بزن. بریم ادامه. باختی. تمام. 1 2 3. هلیکوپتر ما در ارتفاعات باید میرفت، بخاطر اینکه پایین میرفت تیراندازی میکردن. بله. بعد اون بالا باد میامد یا یه اتفاق میافتاد. از یه بار خیلی بد بود، موقعی که بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا. بعد که میخورد تیکه میاد. چرا صحبت میکنه؟ منم نمیفهمم چی داره میگه، ولی میدونی داستانه این دلیل خندیدنم به این بود که لهجه ترکی داره و داره ترکی وار توضیح و فقط من میفهمم چون من ترکم. ترکی میفهم تو برای گفتم کجا میفهمم میکنم. برگشتم تلفنی که انتقام میکرد، اولین کارش که بودم در را باز شده اینا رو براتون بعد باز شده آوردم. باتری چی بوده آوردی؟ هلیکوپتر رو چاتش نجیره. باتری هلیکوپتر در بود. خب آقا اینا من گفتم یکی من که واقعا نفهمیدم. علیرضا سوخت. بریم ویدیوی بعدی. آقا اینا هر کی بخنده نباید بخنده. جمال خریدنی نیست. 1 میلیارد چطوره؟ حالا که یه قیمتی داره دیگه. اون که حضرت آدم بود وسوسه شد. من سرکی چی گوشم کجا رو امضا کنم؟ آقا منم یه جا ندیدم. 500 الان بدیم، 500 اختلاس بعد اون افراد شدی بدیم. آقا چه قصه شو اصلا کارا ببینید خودم جور سوما. ببینید در قراردادش نوشته accept and follow. accept and چی؟ کردن، فلو پیروی کردن و تبعیت کردن. گفتی چی داری؟ HPV این زهرا پیش خودم داره. در قراردادش نوشته بازم بیشتر توضیح بده. این accept چی بود؟ من نفهمیدم. کدوم اون گفتید accept ببین تو در قراردادش نوشته ایشون accept میپذیرد و فلو پیروی میکند. از چی؟ فالو میگید. فالو دیگه. سوختی. بعد ادیتور میذاره که من چه تعداد خندیدم، علیرضا چه تعداد راستی برای ویدیو بعدی اگر این ویدیو مورد پسندتون شده اینا بگین، اگر دوست داشتین با مجازات میریم جلو که اون به نظرم آره خیلی ایده بهتره. اما که میزان تحصیلاتتون؟ لیسانس زبان انگلیسی دارم. گرایش تیچینگ. همه شاگردان اینجا نشستن. همه چیز داریم برن.
chop, 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 chop. کوروش تو زن نمیخوای؟ من نمیخوای؟ زن نمیخوای. زن پولدار چی؟ همین الان میگیرم. میگیری؟ آره الان میگیرم. به اینایی که کامنت میذارن کامنت دیگه آره. یا بیلخ از اینا کدوم؟ بله لایک ماشاءالله ابوالرضا جان من ما رو بیکار نکن. آقا سوخته نه بنده خدا پیر شده دیگه همچین چیز نیست فکر کنم بخاطر همونه. حالا زیاد چیزش نکن. لایک منظورشه. شما هم بزن، هر کی لایک نزدی همین الان لایکو بزن، کامنت بزن. بچا لایکای ویدیو بیلاخ نشون ندین. لایک داره میپره. اگه اول ویدیو لایک نکردین الان لایک کنید، کامنت بذارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، حمایت کنید. دمتون گرم. بریم ادامه ویدیو. چطوری تونستی منو این روز بندازی؟ من همیشه مادرتو میگویدم تا خیلی تاریخ عوض شده. این بار من مادرتو میگویم. خیلی رو یادت داره. خودم یاد گرفتم. ممکن نیست تو یه جاکی بودی من یادم فقط صد میزدی. مسئله همینه. من مادرتو گویدم. تمام گذشته بچگیم تو این ویدیو نابود شد. تموم شد؟ آره ویدیو تموم شد. خب بچه‌ها مرسی که وقت گذاشتین ما رو تماشا کردین. اگه از این مدل ویدیوها دوست دارین بازم بهمون بگید. حالا مثلا اگه ما 1000 تا ویدیو گذاشتیم بازم بهمون بگید. لطفا بهمون بگید تا براتون بسازیم. ویدیو اول چنلمون بود. چنلمون هم اسمش بود به زهلول. اصلا اسم چنل رو نگفتیم اول ویدیو. اسم چنلمون زهلوله. به چنل زهلول خوش زهلولنده. ببخشید به من مدیر برنامه‌ام دیر گفته که اسم چنلمون چیه. به چنل زهلول خیلی خوش اومدین. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. این اینستاگراممون هم بالا پایین جای چیزی میاد. حمایت کنین، کامنت بزنین. بچه‌ها اولین ویدیومون بود. عذرخواهی میکنم ازتون اگر بد بود، ریاکشنامون جالب نبود یا شما با انرژی خوبتون بهمون انرژی بدین تا دوباره بتونیم بسازیم و بهتر از قبل. یا لایک کامنت فراموش نشه. میگم این پتروسه جاش خوبه تو ویدیو یا یکم مثلا متفاوت باشه جاش. مثلا بزنم رو سر تو برای ویدیوی بعدی. وقتی